حالا فرقش نمیسته که اکثر دوستان نیستن امسال کلگی رفتن. یک ما ماندیم از دوستای قدیمی که داشتیم عشق کردمشان نمانده. کجا رفتن؟ رفتن اروپا، رفتن دیگه رفتن خود رفتن. مقصد از اینجا نیستم پیش ما. و امسال که به صلاح وضعیت بازار بیروباری بازار یار سعی میکنم نسبت به هر سال خیلی فرق کرده. فرصت شده مثلا او بیروبار که هر سال او جنب و جوش که برای شب و نوروز برای سال نو داشتیم امسال نداریم. ولی بازم با این همه خود ما خود روی خود عزیز نمیتیم هم سال نو به حساب تجلیل میکنیم. این موضوع همه موندن که سال نو یک سال بسیار مید پر از محبت میشد. ما پیش به همه مومن مسلمان چی در داخل چی خارج از کشور سال نو به همه مومن مسلمان تبریک میگیم که خوشحالی داریم که یک سال پر از محبت پر از همه سالهای آینده و سالهای گذشته وره باشد. این خواهش ما اول خداست دوم از دولت ما رئیس جمهور ماست که نظر به این مشکلاتی که وقتی که تو مشکلاتی که ما داشته باشیم فکر نکنم که سال نو خودم خوب تجلیل کنیم. من تا یک سال است که ما باید تجلیل کنیم و سال است که ما تا خون درک ما افغان هستیم باید سال خود چیز کنیم برسانیم. اگر مسائل دیگه شاید جمجوش چی بیکاری دیگه فقر چیز در این چیز حالت کلی گرفتار است تا نمیتونه که مردم یک جای میلان رفته بتونه. بس ما فهیم است یکی از دکاندارای مندهی نظر به سالهای دیگه امسال قدر خرید فروش هم کمتر است، قدر خرید فروش زیاد نیست. مگر یک دو سال پیش بازارها خوبتر بوده و امسال بخی نظر به سالهای دیگه دو سال پیش امسال خراب است بازار. سال 1395 به تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگویم و از خداوند متعال آرزو تمنا داریم که بخیر یک سال خوش و خوب باشه بر تمام ملت مسلمان افغانستان و بر تمام برادرای ما شما. و از رئیس صاحب جمهور فعلی خودم تقاضا میکنیم تا که از طالبا و از داعش اونا بایشان صلح کنه، آرامی کنه، از طریق جنگ نه از طریق صلح آرامی پیش رفته برای متوکل کنیم.